سلام بچه، چطورید آقا؟ حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ میزونید؟ همه چی اوکیه؟ بریم این رومی که داشتیم جمعه. خودم اینقدر که گوشیم خفنه تونستم یه 7-8 نفری مرده بودن بعدش برسم تو بازی به عنوان اسپکتور. اینقدر که داره خوشگل ساپورت میده. بگذاریم مهم نیست. حداقل شما داره تو دیگه بابا، ما که داریم همینطوری فعالیت میکنیم با دست و پای شکستم دیگه. شما که لایک و بکن. ای بابا، بگذاریم بریم ویدیو رو ببینیم. بچه بازی خفنی بود، دمتون گرم. دم اونایی که اومده بودن از گل و گل توی بازی هم شرکت کردن گرم، دم برنده گرم، دم بازنده هم گرم، دم خودم هم گرم. برو بریم. بعد اینجا دوستمون پایین وایتی رو داریم که با شاتگان گاپوش روی سقف و دوستمون هم که پایینه اونم شاتگان گاپوش داره، منتظرن که یه دونه نصاره هم کنن. یه نیت میندازه، یه دمیج ریزی هم میخوره با این نیت. یه کیو بالای ساختمان اصلی میده سنگ وایستاده، فقط نمیدونم چرا اسپری نمیکنه. بزنش رفیق، پاشو اسپری کن. اوپنر رو سقف دی لطف رفیق. دیدیش؟ بزنش کریزی، بزن تو رو خدا. اوف، اینجا داریم گاف پشت گان ها رو که میکوبن به هم. چه حالی که خدا بعد چه پیک شاتی هم میزنن اینا. دمتون گم. ببینیم چی میزنن این دوتا به این شات رو بزنن. بله ایشون هم پیک ضربه، اوشون هم پیک زده. ولی اینجا این دوستمون پایین وایتی فکر میکنم، نمیدونم، ولی چیزی که داره نشون میده اینه که اینترنتش قطع شده اصلا انگار. آره دیگه، این نگاه کن داره عقب جلو میشه. فکر اینترنتش پریده داره. نزن، نه نیت نکن. اسمت ایول اون بنده خدا اینترنتش پرید وگرنه اینا نگاه کن. ای آدم زن من تو چه کره‌گیری کرد زد و رفت. خب بچه همونطور که شما میدونید یا دیگه تا الان متوجه شدید، ما تو هفته 2 تا روم داریم. هر دوتاش هم یو سی رایگان داره برای شما. سه شنبه و جمعه اینجوریه که بچه‌ها جامپ میزنن، میدسن اونجا کیل میگن، میگن قشنگ کسی که بیشترین کیل رو داشته باشه اونجا برنده اون روم میشه. سه شنبه اینطوریه که الان این رومی که دارید میبینید مال سه شنبه است. من اول ویدیو اشتباه گفتم. این سه شنبه فقط با وین بگیرن، یعنی به هر جای من که خواستید میبرید وین بگیرید. ممنون. بله یکی از بچه‌ها اسماعیل پی جی آر اگه اشتباه نکنم اون طرف چه اسپری که دوستمون ویلد استروم رو توی اول ویدیویی که پابجی موبایل. برو ببینیم چه میکنن، چه میشه فایت این دوتا پلیر. اینجا به نظرم اون دوستمون اسماعیل باید اسپری بزنه ویلد استروم رو، چون اوپن دوید رفت. حالا شاید داشته کیت میزده هیل میکرده یا نیت مینداخته. آره دیدی داشته نیت مینداخته به خاطر هم. ببینیم نید دوم دمیج میده به دوستمون ویلد استروم یا نه. آره نصف دمیجش رو برد و الان باید راش بدی اسماعیل. تصمیم میگیره یه نید دیگه هم بندازه. انداخت نیدو یه نمه فقط اونورتر انداخت، باید جلوتر میداخت. اون دوستمونم چون دمیج خورده یه نمه داره بک میده پشت خونه. به نظرم هم کار درستی داره میکنه، چون خب به در صورت میدونه اینم شاتگان داره و جونش هم کمه، یعنی ممکنه که با یه تیر بمیره. و دیدید دیگه با یه تیرم مرد و اینکه خب شاتگانه دیگه. در صورت او کسی که اول شدید کنه برنده است. و اینکه ما فکر کنم یه نظرسنجی دیگه هم باید تو کانال بذاریم بچه‌ها، چون دوباره خیلی‌ها دارن میگن که برش داریم این شاتگان. حالا من دوباره میذارم در اختیار خودتون، نظرسنجی رو میذارم ببینیم که چی میشه. خب بریم ادامه رو ببینیم. خیلی دوست دارم ببینم بین این 14 نفر کی قراره وینر این بازی بشه، نفر اول بشه و یو سی رایگان برای اون بشه. اینجا هم بچه من براتون یه تیکه برش زدم که سریعتر بریم سراغ فایت بعدی که بین این دوستمون بد بوی و اسماعیلی که اومده راش داده به دوستمون. اف پی پی میکنه، 100 تیرم در دست، نیدو میکشه کنسل میکنه. آره با 100 تیر اینجا گرفته راپلر، اجازه ورود به اسماعیل نمیده. اسماعیل هم باید مراقب باشه چون 100 تیر گان خطرناکیه. بله اینجا داشته هیل میکرد که یه لحظه صدا پا گرفت و مثل این که کنسل کرد. نیدو میکشه میندازه بالا. نیت نبود، فکر میکنم که C4 بود. آره من ترکیدو راش میده بالا. ببینیم چی میشه بینشون، کی میزنه از این دوتا پلیر. ریسک نمیکنه، داره احتیاطی بازی میکنه و اینکه ببینیم میس میده تیرش. ببینیم بد بوی چه میکنه. بد بوی آیا اجازه میدی بیاد بالا یا نه؟ بد بوی تصمیم میگیره بپره پایین که به نظرم اشتباه کرد چون دوتا خورد و بله فینیش شد. بد بوی به نظرم اشتباه کرد، باید همون ورودی در رو میگرفت، اصلا راپلر رو میگرفت.
و اینجا هم یکی از دوستان پیداست که خوابیده بود. ای بابا اینم فینیش شد بچه. تعداد شد 11 نفر کلا موندن. ببینیم چی میشه بین این 11 نفر، چه اتفاقی میفته، کجا اصلا این دوستمون که ماشین برداشته کلا تو مپ. به نظرم کار درستی هم میکنه، میخواد سریعتر بازی تموم شه. اینا اینجا وایسادن ورودی‌ها رو گرفتن که میاد یه شاتگان بزنم بهشو تمام. ببینیم که بچه‌ها سمت این کرافگرس هستن. برو سمت کرافگرس. البته بیرون زون فکر نمی‌کنم اینجا کسی باشه. و اینکه دیگه ببینیم کجا و بازی کی تموم میشه، چجوری تموم میشه، کی برنده میشه. و اینکه بچه‌ها شما هم لایک ویدیو رو چک کنید نپره، چون میدونید که یوتیوب هر از گاهی لایک‌ها رو میپرونه، باعث میشه به دیگران پیشنهاد داده نشه ویدیوهای ما که همینطور پول تبلیغ و اینجور چیزا نداریم. تا هم که رفیق بار اول اگه با ویدیوهای من آشنا میشی تو یوتیوب من میبینی که همچین عجیبم نیست. بگذاریم سابسکرایب کن اگه بار اول میبینی، دمت گرم. یه لایک هم بکوب، یه کامنت خوشگلم اگه دوست داشتی برام بذار. بله این دوستمون سولت یا سولت بود فکر کنم، اومد یه خونه رو بگیره ولی نمیدونه که اینجا یکی قبلش خونه کناریشو گرفته و وایساده رو راپلت رو بیاد، اونم با چه اسلحه‌ای؟ شاتگان. این دوستمون اسماعیل هم که همینطور داره با ماشین میگرده و یکی رو پیدا میکنه و آره اسپریش میکنه و توی ساختمان اصلی مدیسین وایساده. باید ببینیم چی میشه بین این دو. پنجره رو اسپری میکنه، نمیذاره که بیاد روی پنجره، اینو اسپریش کنه و ببینیم میره بالا چی میشه بین این دوتا. بله دوستمون کریزی کیلر همونیه که رو پشتمون بود و اول گفتم بزن نزدی، همونجا اگه میزدی الان دیگه اینجا نمیومد سراغ. ببینیم چی میشه بینشون. با شاتگان وایساده خط پلر گرفته که بیای پایین، رفته روی پشتمون دوستمون کریزی کیلر خطشو گرفته اومد پایین و یه شاتگان هم دوستمون کریزی کیلر خورد. و اینکه به نظرم بالا رو پشت در میگرفت بهتر بود، اونجا امکان زدن بیشتری داشت. حالا بریم میبینیم بقیه چی میشن، بازی چی میشه بینشون، کی تموم میکنه بازی و کی برنده میشه. بله اینجا دوستمون رفلکس رو داریم که ماشین برداشته از کنار خونه ای که 2 نفر توش بودن که اون 2 نفر هم مطمئنم از وجود هم دیگه خبر ندارن که کنار هم دیگه وایسادن. رد میشه و ببینیم چی میشه بین این دوتا دوست عزیزمون. اینجا هم که دوستمون اسماعیل رو داریم که با ماشین اومده سمت شاپی که وسط تقریبا مپ هست، اومد پیدا کرد با شاتگان 2 تا پرشات میز. بله تمومش میکنه اینجا. اونجا هم دوستمون پوریا مثل این که با شاتگان گاف کشت، دوستمون رفلکس رو کشت. بله اینجا هم که اون دوستمون بود که گفتم کنار هم دیگه نه وجود هم دیگه خبر ندارن، از پشت میاد دوستمون یاسین رو میزنه ولی خبر نداره که یه یاسین دیگه هم اینجا زیر پلا زیر پاش وایساده. البته صدا پایی هم نداده که بخواد خبردار بشه. یاسین یه نید بنداز رو سرش، نید مولوتوفش کن، بنداز. به چی نگاه میکنه؟ اینجا دوستمون اسماعیل اومد با ماشینی که از اول بازی داره میگرده باش دنبال انیمی و دنبال یکی که پشت درخت وایساده ولی فکر نکنم دیده باشتش. ولی خب ببینیم که چی میشه بینشون. الان باید تو اسپری کنی، حداقل دوست کلم اسپری کن نترس. خب بله اینجا مثل این که دیگه میبینتشو، باید اینجا دیگه درگیر بشن، فایت شروع میشه. یه فایت ریزی هم اینجا داریم الان بین دوستمون و این یکی دوستمون که با ماشین داشت میگشت دنبال انیمیا و خلاصه یکی پیدا کرد و یه مولوتوف میندازه روشو با شاتگان. با هم جفتشون هم شاتگان داشتن ولی خب دوستمون اسماعیل میزنه دوست عزیزمون رو. چه صدا شاتگان میاد. اینجا دوستمون پوریا سولو رو میزنه و دوستمون مصطفی پوریا رو، مثل این که توی خونه 3 نفر بدونی که بدونن با هم درگیر میشن. خب بچه‌ها الان کلا 4 نفر مونده. دوستمون مصطفی، دوستمون اسماعیل پی جی آر و دوستمون رحمت و اون یکی که دوستمون یاسین بود و فینیش شد. و ببینیم چی میشه بین این 3 نفر، کدومشون وینر میشه. اینجور که الان این صحنه رو من دارم میبینم که فکر نکنم اسماعیل اجازه بده مصطفی یعنی رحمت از اون ور بیاد. ببینیم چی میشه دیگه حالا. ولی خب مصطفی هم از پشت از این فرصت زدن رو داره. اینجا دوستمون رحمت تو بد جایی گیر کرده، هم لب زونه هم یه جای اوپن که کاملا اصلا نمیتونه رد شه، یعنی هر جوری رد شه میخوره. از اون میگه چرا شلیک کردی، چرا تیر زدی؟ خب انمی داشت باید میزد یارو رو. ولی خب الان تنها یه چیز میتونه نجاتت بده، این که مود میشد مثلا با اسکیت زیر پات بود میزدی یا میرفتی یه جا، یا اینکه اسموک کنی تمام اونجا رو اسموک کن بیا جلو نترس. مثل اینکه اسموک کرده ولی خب از جاش بده.
بیاین قبول کنیم جای دوستمون رحمت خیلی بده، این دوستمون مصطفی باز جاش خیلی بهتره. خلاصه که ببینیم چی میشه. من منتظر نفر اول این روم هستم ببینیم. من به نظرم مصطفی باید وینر بشه چون جاش خیلی بهتره کاملا، یعنی رو ارتفاعه، یعنی این دوتا تقریبا در برابر اون اوپن حساب میشن. بله اینجا دوستمون رحمت تصمیم میگیره که بره جلو ببینیم میتونه از این مخمسه در بیاد یا نه. اون دوستمون اسماعیل هم پشت سنگه، یعنی نمیشه بهش فایت داد، اسپریش کرد و اینا دیگه. الان اسپری بشی که بله کم کم اسپری و دیگه نمیشه فرار کرد. دوست عزیز واقعا جات بد بود، ناراحت شدم برات، جات بد بود، اشکال نداره. تو روم بعدی دوباره تلاشتو بکن. خب ببینیم اینجا الان کدومشون بین این دوتا. مصطفی باید پاش الان اسپری کنه اسماعیلو. مصطفی پاشو جان من اسپریش کن، اوپنه پاشو. بنازم دمیجش میده نصف بیشتر جون اسماعیل رو میبره دوستمون مصطفی و میاد نیدش کنه که ولی نمیدونم چرا ولی حس میکنم. آره دیگه درست حس کردم و دوستمون اسماعیل نیده رو زودتر کشیده بود، انداخته بود پشت درختی که مصطفی وایساده بود. دمتون گرم بچه‌ها، لایک میکنید، دمتون گرم کامنت میذارید، ممنونم.